20 سال آینده که یه نوه خوشگل دارم میاد به من سر میزنه اگر زنده بودم، اصلا میپرسه من بزرگ داشتم تاریخ میخوندم، شما تو عصر صنعت و عصر ارتباطات بودی، وقتی عصر صنعت تموم شد تو عصر ارتباطات چیکار کردی؟ و من داشتم برش توضیح میدم در آینده که من تو عصر ارتباطات اومدم بیزینس خودم رو روی دنیای مجازی را انداختم و امروز دارم از امکاناتش استفاده میکنم و الان توی سالمندی خودم دارم از حقوق بازنشستگی اون استفاده میکنم و کلی درآمد داشتم، خونم رو خریدم. یا اینکه نه، خیلی هستن میگن ما فقط دیگران رو لایک کردیم، ویدیوهای دیگران رو دیدیم، فقط مسیج فرستادیم، فقط نمیدونم وایس فرستادیم، عکس گذاشتیم. و من با افتخار میتونم بگم من پول در بردم از دوره ارتباطات، خیلی خوب استفاده کردم و این خیلی برام جذابه.